صبح 1 دسامبر 1948 در ساحل سامرتون شهر آدلاید استرالیا جسد یه مرد ناشناس پیدا شد. یه مرد با لباسای شیک و کت شلوار اتو کشیده که حتی یه مدرک شناسایی هم همراهش نبود و تمام برند لباساش با دقت بریده شده بود. جالب اینجاست که تو کالبد شکافی پزشکان نتونستن دلیل مرگ اونو پیدا کنن. نه خفگی، نه ضربه، نه جراحت، نه مسمومیت، هیچی نبود. فقط اندامهای داخلی مثل کبد و طحالش تقریبا ملتهب بودن که احتمال میرفت و یه سم ناشناخته استفاده شده، چون حتی در اثر مسمومیت هم به قتل نرسیده بود. چند روز بعد پلیس یه چمدون مرموز تو ایستگاه قطار پیدا کرد که متعلق به اون بود. داخلش لباسایی که حتی برندهای اونا هم با دقت بریده شده بود. پلیس تا مدتی هیچ سرنخی نداشت تا ژانویه 1949 که در جیب مخفی کتش یه تیکه کاغذ بود که فقط 2 کلمه روش نوشته شده بود. تمام شد. یه عبارت فارسی از نسخه نادر رباعیات خیام بود که بعد از انتشار عمومی این خبر در صندلی عقب یه ماشین این نسخه پیدا شد. در پشت جلد این کتاب یه سری حروف رمزی با خط عجیبی نوشته شده بود به همراه یه شماره تلفن. شماره تلفن مربوط به یک زن به اسم جسیکا تامسون بود که در همون منطقه زندگی میکرد. اون به پلیس گفته بود که کتاب رباعیاتو خیلی سال پیش به مردی به نام آلفرد باسکال هدیه داده بود. آلفرد هم زنده و سالم پیدا شد و معلوم شد که اون مرد ساحل نبوده. وقتی عکس جسد رو به جسیکا نشون دادن، اون به صورت آشکار شوکه شد، اما ادعا کرد که اصلاً اونو نمیشناسه و نمیدونه اون کیه. پلیس بعدها مشخص کرد که جسیکا در سال 47 یه فرزند به دنیا آورده که شباهت ژنتیکی خیلی زیادی با فرد مقتول داشته. اثر انگشت مقتول به سرتاسر دنیا فرستاده شد، اما هیچ وقت هویتش معلوم نشد. این مرد برای همیشه ناشناس مونده، هیچ وقت معلوم نشد کیه و چطور اونجا به قتل رسیده.